خب ازار جان بازم خوش آمدیم. تشکر. بگوین که تا کجا رفتین، چی کردین؟ قسمی که شما میفهمید بیشتر من گفتم که تا در می دره باغمان تا او سال ما رفتیم در کل در می دره باغمان گشتیم، جای را دیدیم. حالی وقت نان است، یعنی ساعت حالی ببینیم که چند بجه است، یعنی 12 بجه است. محترم در می پیش در او سر استاد کردیم. خیر ببینیم. اما حالی آمدیم اینجا شیشتیم چند دقیقه که اینجا پرگرام نان است، اینجا نان را میخوریم. پس نان خوردیم و میریم این طرف، اینجا در حوض اینجا بازی هم میکنیم. اینجا کمی وقتی ما پیش شد باز همیتو میریم طرف پایین، این طرف ها کمی چکر میکنیم میگردیم. باز اسمی که شما میبینین بسیار عالی. انجوان ما فایزان هم اینجا شیشته این پیش گفتنی داره. خب شعیب جان بفرما شما چی میخواین بگوین؟ فعلا در کجا هستین؟ منگراغلو دره پغمان ته د انجینر سلیزا سره ساعت هم دلته تېر شو. بس نور ډېر ځایونه مو کتل، ډېر ښکلاوې لري او ساعت هم تېر شو. 12 بجې ډوډۍ وخت ده، موږ هم وږي شوي یو. څنګه ډېر ته تصمیم لري چې دلته راشئ که دا به اخرنی ځل وي؟ نه بلې او نور به هم راځو، دا ښکلی ځای ده پغمان او چکر به وو. خو فراد جان تو بگو که حال چطور لذت بردی نبردی و اینقدر ما گشتیم. شاید تو دیگه موتر خود او بالا ما استاد کردیم، ما خواستیم که در این طرفا ما بگردیم. پیاده خیلی زیاد گشتیم، یعنی تو از چکر لذت بردی نبردی، خسته شدی؟ راست میگی، از چکر بسیار زیاد لذت بردیم، مخصوصا همراه شما جنت بمبئی شعیب جان. این بار اول بود که ما دیگه قسمت آمده بودم خود تا قصر پغمان، ولی این قسمت ها نآمده بودم. به نظر ما بسیار یک چکر عالی و یادگاری بود. آمدیم خوب پایین و بالا گشتیم، خیلی جای را دیدیم، ولی متاسفانه که یک جای چیزی که ما میخواستیم